این دیدی برادر اشرف حد امکان در مابین همین سرآینده‌ها یک نفر پیدا میشود که میتونه از حق یک سرآینده دفاع از حق بدخشان دفاع کنه. حد امکان یک عکس همون هم در مابین این قدر بلاگر این صدرالدین نجم‌الدین همین امروز برای مردم خون زدن بدخشان عزیز دلخونم. حد امکان همین قدر شما نوشته نمیدونه، نه یک بلاگرش نه یک سرایندهش نه یگان تاش همین کار کردن نمیتونن. همین برادر صدرالدین نجم‌الدین فقط با چند کلماتت همدردی خودت نسبت اون مردم بدخشان بیان کردگی واقعا قابل قدره. با خدا قسم که بر تو صد سلام. تو بار هم مسلکای خودت امروز این همین برآمدت بر ضد این ملت، بر ضد خواسته های این ملت مبارزه میبرن، اما فقط با یک عکست با یک استیلت پیغام تا برای اون مردم رسوندی. این واقعا جوانمردیه. بر خودت به خدا قسم که صد سلام که واقعا در کلماتت این شجاعتی تر نشان داد. با وجود تمام خواندنت، با وجود تمام سرایندگیات، با وجود تمام شعر سرودت، اما چند کلمات تو فقط یک عکس استیلت به همون اچکیای سیاحت فقط برای مردم بدخشان پیغام روان کردی. این قابل قدره. این همی قگب فقط مردم انتظار هستند. به اندازه خودت بزرگترین ملای تاجیکستان همی کار کردن نمیتونه. تصور کن یک سراینده فقط با چند کلمات خودت شاه سرایندگانی دیگر، غیرتمندترین سرایندگان خودتی در این میدان کن. خودت اون دروازه را برای اون دیگر سرایندگان کشادی. کو ببینیم کدام یک تیمو سرایندگان همین شجاعت و همین جرأت داره که به اندازه خودت ببرای به مردم بدخشان تسلی بیان کنه و یا که در غم اونها خودش شریک بکنه. ای کاش که همه به مانند خودت باشن که یک عکسی مدل خودش بمونه، هم یک خودش به مردم نشان بتیه و هم همون داخل قلبش برای مردم نشان بتیه. قابل قدره به خدا.